از نای قرآن، نوای دلنشین از نای قرآن. چه تاثیر شگفت انگیز دارد، چه تاثیر شگفت انگیز دارد. صدای بلبلی شیدای قرآن، صدای بلبلی شیدای قرآن. ډیره اړینه ده چې یو انسان یوه نجلۍ ښه دیني علوم زده کړي. نو دا ډیره مهمه ده. موږ د ټول ښځې چې دي کولی شي د اناس طبقې نه په دې کشور کې یو ورځ کېږي چې مور کېږي، نو هغه باید سم دیني علوم ولري تر څو چې خپل نسل ته ښه تربیه ورکړي. ما الحمدلله امروز از بخش تفسیر و ترجمه قرآن کریم فارغ شدیم و من زیاد احساس خوشحالی میکنم که من قرآن کریم خواندم و از درسم گفتم و او را در زندگی عملی خود عملی کردم. پیام برای بیننده های عزیزی است که دختران خود به مدرسه روان کنند. اجازه بدن استادان نه ډیره زیاته مننه کوم چې زموږ سره زحمت وباسي تر څو چې موږ دیني علوم زده کړو، هغه کې تفسیر برخه وي، ترجمه او تجوید. موږ ډیر خوشحاله یو چې زه اوس هم د درس وایم او په خیر سره انشاءالله د کال کې به موږ هم فارغینو کې حساب او تجوید نه به فارغه کیږو تر څو چې قرآن کریم سم تلاوت کو او سم زده کو. آقای قرآن، نوای دلنشین از نای قرآن، نوای دلنشین از نای قرآن. استاد بزرگوار صاحب ساعت تانستن چنین زمینه‌ای را فراهم بکنن برای بزرگوارا که تانستن به دستاورد بزرگ برسن. سرزمین افغانستان سرزمینی است که همیشه نخبه ها و دانشمندا و شاعرها از اینجا ظهور کرده، اما قدر این سرزمین را ندانستیم، نفهمیدیم. ما بازم در گام آخر با تک تک شما خوبان تبریک میگیم و امیدوار هستیم که استوارانه چون اقبال الهی و این بزرگوارانی که کوتاه ما اشاره کردم یاد کردم در مسیر قرآن و در مسیر ترویج فرهنگ بتوانید استوارانه گام بگذاریم. قرآن عظیم الشان کتابی است که 14,500 سال قبل برای جهانیان پیغام دارد. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. جهانیان، ملت ها، بیارید کتابی را که محفوظ باشد، بیارید کتابی را که دست نخورده باشد، بیارید کتابی را که تحریف نشده باشد. جهان مسیحیت امروز نمیتوانند با کتابی که در دست دارند افتخار کنند. جهان یهودیت امروز نمیتوانند با توراتی که در دست دارند افتخار کنند. جهان مجوسیت امروز نمیتوانند با کتاب خود ساخته خود افتخار کنند. اما ملتی هست در جهان، اما مسلمان این افتخار را دارد. خواهر مسلمان، مادر مسلمان، پدر مسلمان، بناز امروز کتابی که در دست داری همان کتابی است که 14,500 سال قبل در قلب مطهر رسول پاک صلی الله علیه و سلم نازل شده است. قرآن کتابی است که هدی للمتقین، قرآن کتابی است که هدی للناس، قرآن کتابی است که هدی و موعظه، قرآن کتابی است که هدی و شفاء لما فی الصدور، قرآن کتابی است که لتخرج الناس من الظلمات الى النور. انسانیت را با این قرآن از ظلمات و از تاریکی ها، از وحشت ها، از کفر و نفاق و شرک و بدبختی ها که امروز انسانیت قرار دارد، انسانیت را با این قرآن ما مسئولیت داریم به طرف نور بیاریم.
هر فرد این امت مسئولیت داره، خواهر و مادر مسئولیت داره، پدر و برادر مسئولیت داره. انسانیت را با این قرآن به طرف نور بیاریم. انسانیت در تاریکی ها افتیدن، انسانیت در بدبختی ها قرار دارند. پیغام قرآن را برای جهانیان برسانیم. جهانیان عزت میخواهید، عزت در قرآن است. ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین. امنیت در قرآن است. اولئک لهم الامن و هم مهتدون. برکات در قرآن است. لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. مودد و اتحاد و اتفاق در قرآن است. چه اعجاز نهان کردی خدایا، چه اعجاز نهان کردی خدایا. در این آیات والای قرآن، در این آیات والای قرآن به گوشم میرسد آوای قرآن، به گوشم میرسد آوای قرآن. صدای دلنشین از مای قرآن.